من بیبرمزه فردوسی هستم، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 ناحیه فیض‌آباد. دوره‌بندی باستانشناسی ابتدای تاریخ انسانیت را شرح دهید. همین تاریخ انسانیت اساساً دوره‌بندی کرده شده است با تاریخ دوره قدیم، دوره میانه و عصر نو. با تاریخ قدیم ترین این دوره اولی یعنی عصر سنگ رو در بر میگیرد. دوره های پیش از میلادی مثل عصر سنگ، عصر میسوسنگ یعنی انئولید، عصر برنج رو در بر میگیرد. آن رو دوره قدیم ترین میگویند. با دوره قدیم مثل دولت هیتوریان، دولت اشکانیان، دولت کوشانیان، دولت سلب، یونان و باختر ماد داخل می شود. و دوره عصر میانه باشد. بیشتر دولت های عصر میانه از قبیل سامانیان، هخامنشیان، تاهریان، صفاریان، سامانیان را در بر میگیرد. دوره نو گفته اساساً بعد یعنی از طرف حاکمیت شوروی ضبط گردیدن همین امارات بخارا، خان همین با دوره نو داخل میشوند. یعنی دوره بندی باستانشناسی قدیم، دوره میانه و عصر نو. اینجا گپ درباره دوره‌بندی باستانشناسی ابتدای تاریخ انسانیت شرح سوال است. نه تمام دوره‌بندی این تاریخ اینجا درباره باستانشناسی میرود. گپ درباره باستانشناسی یک چند نمونه دوره‌بندی است. سوال درست درک کنید. دوره‌بندی باستانشناسی را شرح دهید. معنیش ابتدای تاریخ انسانیت مثال با سه دوره عصر سنگ به سه دوره تقسیم می شود: پلیولید، مزولید، نئولید. عصر اول سنگ پلیولید با پلیولید پایان، میانه و بالا تقسیم می شود. همین را دوره بندی باستانشناسی ابتدای تاریخ انسانیت میگن. مثال با پلیولید پایین بیشتر مدنیت قراتاق داخل می شود که درباره سنگ های قیراق سنگ معلومات میدهد. از طرف اوکلادنیکوف سال 1953 در حدود نورین قرقیزستان نیز تحقیق گردید از چنین سنگ ها. و در پلیولید میانه باشد بیشتر درباره آثارهای مستعی، درباره دفن کردن گرانیدن مرده های خود در سالهای 50-40 هزار سال پیش عموما آثار مستعی رو در بر میگیرد. و پلیولیت بالا باشد اساساً درباره بسیار مثال خواجه‌غار، قرارگاه سمرقند که سال 1964 جاغی آدمی همون دوره را کشف کرده از طرف باستانشناسان در حدود قرارگاه سمرقند. کشورهای آریایی که در اویس ذکر شده است نامبر کنید. اصلا در همین کتاب اویس یکی از کتاب‌های مقدسی دین مزدیس نام باشد که پیغمبر همین دین مزدیس زردوشت به حساب می‌رود. در آنمون تا زمانی ما از همین اویس تنها 5 کتابش مانده است: گاهان یسنها، یشتها، وندیداد، خرد اویستا، بیسپرد. تنها در قسم پوره آن وندیداد است که در همون وندیداد درباره 16 کشور همین آریایی ها 16 کشور آریایی ها را نامبر کرده است. در همین اویستا یکی گاوای سوغد، مرو، بلخ، نیسا، کابل یعنی اری-انویجه که گو که همین اری-انویجه خوارزم باشد. اما همین خوارزم در کتاب اویس با شکل ملک الهیده باز نامبر شده است. خوارزم، بلخ، گاوای سوغد بزرگترین شورش ضد عرب در ماوراءالنهر پس از قتل ابو مسلم کدام است؟ ابو مسلم خراسانی شخصی بود که با مقابل امویان مبارزه برد و از ابراهیم پسر علی نبی محمد عباسی دستوری روبری خراسان را گرفته و شورش برداشت که با توسط همین شورش او سال 1747 دولت امویان را و در مرو شورش می‌بردارد و در گرد اطراف و 100,000 نفر آدمان از قسمت‌های مرو و سیستان و همه تمام قسمت‌ها در زیر پرچمی و پرچم سیاه ضد امویان و گرز خود را نیم سیاه کرده که این نشانه ناعدالتی امویان بود در مرو پرافشان می‌کند. و وقتی که وی به سر حاکمیت با توسط همین شورش دولت امویان از بین می‌رود سال 750 و به سر حاکمیت سلطه نو عرب عباسیان می‌آید. وقتی که عباسیان به سر قدرت آمدند از نفوذ ابو مسلم خراسانی از نفوذ اعتبار ابو مسلم خراسانی تا چند بلند شده بود در دربار. برای همین از طرف منصور که یکی از خلیفه های همین عباسی بود سال 754 775
وی ابو مسلم را سال 755 به دربار دعوت کرده و به قتل میرساند و برای قتل ابو مسلم شورش با نام سیمباد موغ در حدود راغ یا که رای برای که سیمباد موغ شاگرد ابو مسلم بود، برای خون همین ابو مسلم سال 755 شورش میبردارد که شورش او 70 روز ادامه کرده و بعد بسیاری همین شورشگران به قتل رسانده می شود. دیوان‌های زمان سامانیان در زمان سامانیان دو نهاد اساسی بود. در حدود رگستان سمرقند، در حدود مرکز سمرقند در زمان ساسانیان 10 دیوان عمل میکرد که دیوان وزیر حاجب بزرگ. در زمان سامانیان 10 دیوان عمل میکرد که در رگستان سمرقند جایگیر بود. دیوان وزیر حاجب بزرگ، دیوان صاحب البری، دیوان مستعفی، دیوان امیرالملک، دیوان محتسب، دیوان مشرف، دیوان قاضی، دیوان ملک، دیوان وقف که همه این دیوان ها در رگستان سمرقند در زمان نوح دو ابن احمد سال 914-943 در حدود رگستان سمرقند برای همین 10 دیوان بناهای مخصوص تیار کرده بود که در هر یک تا آنها همین سروران همین دیوان ها جای کرده شده بودند. در کجایی که پایتخت باشد وزارتخانه ها که اون وقت دیوان ها میگفتن باید در همونجا جای داشته باشند، نه اینکه مثلا بینید ما شهرهای گوناگون داریم، پایتخت داریم، شهر دوشنبه و وزارتخانه های ما در پایتخت است، نه در کولاب و نه در خوجند و نه در دیگر جاها. اورگان چند ماه در محاصره شیبانیان قرار داشت. اورگان سال 1506 از طرف شیبانی خان ضبط کرده میشه. اورگان مرکز خوارزم به حساب می رود. سال 1506 6 ماه در محاصره شیبانیان قرار داشت. از طرف محمد شیبانی سال 1506 ضبط کرده می شود. امین اورگنج مرکز اورگنج در خوارزم داخل میشه، مرکز خوارزم شهر اورگنج بود که 6 ماه در محاصره کی شیبانیان بود و سال 1506 از طرف شیبانیان ضبط کرده می شود. در زمان حکمرانی آخرین نماینده سلاله جانیان اشترخانی عبدالفیض خان سال 1711 سال 1747 اعضای داخلی مملکت چطور بود؟ در سالهای حکمرانی سلاله همین جانیان یا خود اشترخانیان که سال 1599 سال 1753 همین دولت جانیان اشترخانیان موجود بود. نام دولت برای جانیان گذاشتن که اساسگذار جانی بیگ محمد سلطان بود و همین جانی بیگ محمد سلطان از شهر اشترخان قدیمی بود و عبدالفیض خان آخرین نماینده همین سلاله جانیان سال 1711 سال 1747 بود. در زمانی همین عبدالفیض خان حاکمان به مرکز اطاعت نمی‌کردند یا همه حاکمان حاکمیت مستقلانه خود را پیش برده و با حاکمی مطلق یعنی همین عبدالفیض خان اطاعت نمی‌کردند، چنانکه در مملکت شورش‌های خلقی زیاد سر می‌زد. مثال در بخارا سال 1714، در سمرقند سال 1713، در بلخ سال 1719، در تاشکند سال 1747 و همینطور در زمان عبدالفیض خان قبیله خطای قیپچاق سال 1723 سال 1730 7 سال همین شورش برداشته بودند و تمام جا را به خرابازار تبدیل. یعنی وضعیت در زمان عبدالفیض خان دشوار بود، یگام حاکمان به عبدالفیض خان اطاعت نمی‌کردند. کی و در کدام اساس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس یافت؟ اساساً با جمهوری همین تاجیکان را یکی از سبب‌هایی که با جمهوری تاجیکستان را یک اکبر جمهوری مختار نکردن این پن ترکیسمان سبب شدن که در همین دوره ترک‌ها خیلی ترقی کرده بود. مثال همون ترک‌ها میگفتن که خلق‌های یونان و این خلق‌هایی هستن که خیلی پیش از بین رفتن و اروپا که در حال از بین رفتن تنها سیوم نسل میموند این ترک‌ها هستند و تاجیکان را قومی بومی اعلان کردن که در قسمت کوهستان زندگی میکنن و گفتن که شماره آنها خیلی کم است و برای همین اول جمهوری همین تاجیکستان را جمهوری اعلان نکردند و بعد با مکتوب و درخواست های شهروندان جمهوری تاجیکستان قهرمانان تاجیکستان از قبیل چینار اماموف نصرت الله مخصوم شیرین شاه تیمور وقتی که مکتوب و درخواست های زیاد کردند که نسبت به تقدیر خلق تاجیک باید حکومت شوروی یک تصمیم میگرفت که این یک خلق که دارای تاریخ 1000 ساله است و برای همین در 14 اکتبر سال 1925 سکسیه که نوبتی که برگزار گردید از طرف سرور کمیته بیوروی آسیای مرکزی که یکی از تشکیل کنندگان همین تقسیمات بود جمهوری مختار شوروی سوسیالیست تاجیکستان تأسیس یافت. رو به روز اعلان کردن انامین 25 اکتبر سال 1925 جمهوری مختار شوروی سوسیالیست تاجیکستان اعلان کرده شد. تشکر. یک بار دیگر
تاریخ تأسیس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان رو نامبر کنید. مشخص. 25 اکتبر سال 1925. 25 24 اعلان کردم میشه 20 شد. تشکر. الکی ماه 13 مارس سال 1925 اعلان کردم میشد. انا 25 اکتبر سال 1924 جمهوری مختار شورای سوسیالیستی تاجیکستان اعلان کردم. چی داده میشود؟ بیبی رمزیه شما با اون سوال دقت ده کی و در کدام اساس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس یافت؟ اساس تأسیس یابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان این زحمت های به واسطه قهرمان سوال اون سوال چی طلب میکند؟ با همون سوال دقت کی و در کدام اساس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس یافت؟ 14 اکتبر سال 1924. اساس شما نگفتید دختر جون، من آمدم اینجا شرطی همه وقتی که نسبت به تقدیر تاجیکان یعنی جمهوری تاجیکستان را یعنی خلق بومی اعلان میکنن، شماره آن کم اعلان میکنن، این باعث میشود که مردم تاجیک از قبیل با همین نصرت الله مخزوم، شیرین شاه، شاه تیمور با حکومت مکتوب ها بنویسن که نسبت به تقدیر تاجیک یک برای همین در سکسیون نوبتی که 14 اکتبر شده گذشته بود سال 1924 جمهوری مختار شورای سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس یافت. نمودن جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در حدود کدام ولایت ها تأسیس یافت؟ چقدر مساحت داشت و چقدر اهالی داشت همون وقت؟ در ولایت های دوشنبه، غرم، کولاب از قسمت های این قسمت های بخارا داخل میشن. دوشنبه، غرم، کولاب، اروتپا از 4 ولایت که مساحتش 135,620 کیلومتر مکعب، اهالیش 739,503 نفر بود و از حساب ترکستان 135,503 نفر بعد هیئت تاجیکستان داخل شدند و از حدود بخارا باشد از 520,858 نفر داخل شدند و در اهالی 739,503 نفر تشکیل میکرد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در برقرار نمودن صلح و رضایت ملی در تاجیکستان چی نقش دارد؟ نقش اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همین برقرار کردن صلح نقش کلان بازیده است. و برای همین برقرار کردن صلح و که جنگ شهروندی وقتی که دولت صاحب استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 تأسیس یافت، در همین دولت ما که نو تأسیس یافت الکی جنگ شهروندی سال 1992 و 97 مملکت ما رو فرا گرفت. برای همین در اجلاس 16 شورای عالی 16 نوامبر سال 1992 یعنی پرزیدنت امامعلی رحمان در هموار رئیس شورا اعلان گردیده بود و وی نقش کلان داشت. وقتی که وی 6 نوامبر پرزیدنت ما 6 نوامبر سال 1994 با منصب پرزیدنتی نشست، وی برای برقرار نمودن صلح 8 دور و 24 واخوری گذراند. 8 دوری وی در حدود جمهوری در مسکو، در تهران، اسلام آباد پاکستان، اشکاباد و روسیه 8 دور گذراند و آخر صلح در مملکت ما برقرار کرد. مثلا 8 دور دور یکم 5 اپریل سال 1994 در شهر مسکو گذشت که پرزیدنتمان امامعلی رحمان در آن شهر مسکو اشتراک داشتند. رئیس سازمان ملل متحد بالا نیز نظارت میکرد و دور دومش باشد 18-26 ایون سال 1994 در اشکاباد در حدود تهران ایران برگزار گردید که در همین درباره آتش بس قرار قبول نمودند. دوری دومش 21 اکتبر 1 نوامبر سال 1994 در اسلام آباد پاکستان، دوری چهارمش در اشکاباد ترکمنستان، اشکاباد ترکمنستان 22 می و 1 ایون سال 1995، دوری ششمش سال 28 می 28 ینور سال 1996 و دوری ششمش که در همین وقت کمیسیون آشتی ملی را تأسیس دادن برای برقرار نمودن صلح که این 20 ماهای
پنجم 19 فوریه سال 1997 آخر آن دورش در ماه‌های می گذشته سال 1997 صلح تاجیکان برقرار گردید با سرور مخالفین سید عبدالله نوری در همین جا که سرور کمیسیون آشتی ملی نیز بود امضا کرده شد و صلح تاجیکان در همین جمهوری تاجیکستان برقرار کرده شد و جنگ شهروندی سال 1997 تمام شد 27 ایونی سال 1997. بله. از جانب سرور دولت در سالهای 92 یعنی از سال 1992 سر کرده تا سال 1997 کدام چاره‌های مشخص بهر به هم آوردن ملت و تحکیم صلح و ثبات عملی کرده شد؟ چاره‌های مشخص مثال کمیسیون آشتی ملی را تأسیس داد که در برقرار کردن صلح نقش اساسی بازیده است با مقصد تهیه کتاب فوندامنتالی سه جلد تاریخ خلق تاجیک از جانب باباجان غفورов کدام عالم نامور روز به دوشنبه دعوت کرده شد. لطفی نیست که باشد. شما با قاطعیت گویید، مثلا از ما نپرسید که کی هست کی نیست. گفتن مرحمت شما آزاد هستید در جواب دادن، هر چیزی که مثلا در ذهنتان هست همون را گویید. نیکولای پروخورov به دوشنبه دعوت کرده می شود. نیکولای پروخورov بیبی رمزی معذرت امین باید دانید که نیکولای پروخورov همراه کتاب نوشتگی در سالهای جنگ بوده، لیکن به دوشنبه یگان مراتبه که نیکولای پروخورov نآمده و در مسکو زندگی میکرد، در همونجا نوشتگی. فهمیدید؟ برای همین اینجا گپ درباره به دوشنبه دعوت کردن عالم روس میره. این ارک بخارا است که به عصرهای نه به زمانی سامانیان مربوط است. ارک بخارا که در اینجا مکانی سکونتی شاهان همون ساسانی به حساب می رود. این ارک بخارا که در عصرهای نو ساخته شده است. لطفاً بگویید کدام وظیفه تاریخی و اجرا میکرد؟ کیو در وی میایستاد؟ این ارک بخارا بود به عصرهای پیش عین مربوط بود، برای که همین گرد همین ارک بخارا همه وقت دیوارهای بلند میگرفتن برای که به هجوم اجنبیان دچار نشوند. وقتی که اسماعیل سامانی به سر حاکمیت این بخارا میاد میگه که تا وقتی که من زنده ام دیواری بخارا منم دیگر همین یعنی هر سال برای گرد همین ارک بخارا را هر سال چی میکردن برای که آفت‌های طبیعی مثال بهار می آمد گرد دیوار از نو بنیادکاری میکردن. وقتی اسماعیل سامانی که به سر حاکمیت آمد گفت دیگر یعنی همین گرد بخارا رو دیوارهاش رو از نو تعمیر نکنید برای که تا وقتی که من زنده ام دیوار بخارا منم و نمیگذارم که اجنبیان به اینجا مثال هجوم کنند. تشکر. اون چیزی که شما میگویید به دیوار اطراف شهر بخارا داخل دارد، نه به ارک بخارا. این قصر است. این قصر است که امیرهای بخارا، آخرین امیر بخارا 30 ایون از هم یکی از دروازه های پنهانی امین قصر گریخته رفت، آمد به حصار، از حصار رفت کلاب، از کلاب بعد رفت افغانستان رفت و سال 44 مرد. این بنای هست که امروز هم در شهر بخارا به همین شکل پایبرجا هست. این نه متعلق به دوره سامانیان است. از دوره سامانیان یگانه یادگاری تاریخی که به ما مانده فرهنگی همون مقبره اسماعیل سامانی است که وای در پایان است. این ارک در بلندی است وای در پایان است اون چیز. خب تشکر. خب قدیمترین یادگاری که در حدود امروزه تاجیکستان تحقیق شده است در کدام منطقه و با کدام دوره تعلق دارد؟ قدیمترین یادگاری با یکی از این سرازم است که سال 1876 از طرف عبدالله جان اسحاقوف کشف شده و تاریخ 5500 ساله دارد. در حدود پنجکند که مساحتش 100 گکتار زمین را تشکیل می‌دهد 15 کیلومتر در راه پنجکند جایگیر است سراز و یادگاری قدیمترین از حدود خوالین کلدران نیز یافتند که به عصر اول سنگ پرئولید مربوط است که از طرف رانوف کشف گردیده است. شما گویید که همین امارت بخارا در همین سالهای من در آخر از ابتدای عصر 20 از چند بیکیگری عبارت بود؟ 28 بیکیگری و 9 تومان. بیکیگری کتاب، شهر سبز، قرشی، یکباغ، غوزار و 9 تومان دیگر از غیژدوان، پیرمست و یورتپا یعنی 28 بیکیگری و 9 تومان. سرچشمه‌های تاریخی عهد شیبانیان را نمبر کنید. در عهد مورخ‌هاش کدام سرچشمه‌های تاریخی رو نوشتن؟ همین رو در نظر داشته. در عصر 16 از طرف میرخان
خاندمیر اینها سرچشمه‌های زیادی تاریخی نوشته شدگی‌اند که مثال بگیریم از میرخان روزنه الصفا فی سیرات الانبیا و الملوک و خلفا که این اساساً به زمان تیموریان نسبت دارد، اما جلد 8 آن را از طرف خاندمیر که مورخ عصری اساساً 16 نوشته شده است و دومش خاندمیر که تاریخ همایون نامه شرفنامه شاهی اثر کیست؟ شرفنامه شاهی به عبدالله خان و مناسبت هم عبدالله خان از طرف عثمانی کوهستانی نوشته شده است. تشکر برای اشتراکتان. شما حاضر جواب. تشکر. سلامت باشید.